افتخار ایران یا وطن فروش. دیشب علیرضا فغانی بازی فینال جام باشگاه‌های جهان رو سود زد و بعد بازی هم ترامپ مدال رو به گردنش انداخت. لحظاتی که از تلویزیون خودمان سانسور شد برای هر ایرانی هم افتخار انگیز بود، هم ناراحت کننده، چون فغانی چند سالیه که با پرچم استرالیا داوری میکنه، ولی اونایی که بهش میگن وطن فروش بد نیست بدونن اون هیچ وقت با میل خودش پرچم ایران رو کنار نذاشت. فغانی سال 98 برای تحصیل فرزندانش به استرالیا مهاجرت کرد و در لیگ این کشور داوری میکرد. با این وجود هنوز با پرچم ایران در رقابت‌های بین‌المللی قضاوت می‌کرد، تا اینکه بعد از چند سال فدراسیون فوتبال روی نام فغانی خط کشید و گفت حالا که او در لیگ استرالیا داوری میکنه لزومی نداره یه داور 45 ساله رو به مسابقات بین‌المللی ببریم و باید به داوران جوان داخلی فرصت بدیم. شاید جالب باشه بدونید فغانی 10 سال قبل هم همین فینال رو بین بارسلونا و ریور پلاته با پرچم ایران سود زده بود. حالا شما بگید به فغانی به عنوان یک ایرانی افتخار میکنید؟ اگه آره این پست رو لایک کن و بفرست واسه اونایی که بهش میگن وطن فروش. اگه پشت پرده مطالب روز علاقه داری، پیج تاریخ پارسی رو فالو کن.